سلام شما مهدی هستم. خیلی خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو قرار آموزش ساخت فرم ویدیو رو بهتون آموزش بدم. پس بریم سراغ ویدیو. بدون هیچ وقت بریم سراغ ویدیو و اینکه مواد لازم: 9 استک بلاک، 2 تا باکت آب، 9 تا ابسیدین، یه دونه گل آفتاب گردون، چند تا بلاک دیرت، چند تا قارچ ترجیحاً قرمز باشه و چندین تا بومبیل. و اگه خواستین چندین تا استک تخم مرغ بیارین و چندین تا استک هم سید بیاریم، اینم بعداً بهتون میگم. و حتما 3 تا ترپتور رو بیاریم. ساختن این فرم ما باید اول از همه دراگون رو بکشیم. برای کشتن دراگون ما 2 تا راه داریم. یک و این راه اینه که با کمون و شمشیر اینا رو بزنیم و با شمشیر خود دراگون رو بزنیم. و راه خیلی سریع‌تر اینه که این تخت رو بزنیم اینجا و هی بزنیم تا که بترکه. اگه دراگون رو کشتیم واسه یه استراکچر جدید باز شده به نام گیتوی. با گیتوی شما میتونین به دنیای اند ایسلند سفر کنین و اند سیتی رو پیدا کنین و از داخل اند سیتی الکترا رو پیدا کنین. پس از ترجیحاً 4 تا اند کریستال بسازین، تخم دراگون از اینجا بردارین، اینجا و اینجا اینو بزنین تا دوباره دراگون اسپام شه. بازم که دراگون اسپان شدش و بازم که بکشنش دوباره این گیتوی جدید ساخته میشه. و چون که ما اگر این فرم بسازیم گیتوی از بین میره و شما دیگه نمیتونید هیچ راهی به سمت این سیتی پیدا بکنین، ترجیحاً یه دونه دراگون دیگه اسپان کنین و اونم دوباره بکشین. حالا بریم سراغ ساخت فرم. اول از همه ما باید بلاک دیرت و قارچای ماشروم رو برداریم، بیایم اینجا و 2 تا بلاک بذاریم اینجا و ماشروم بزنیم اینجا و بعدش با استفاده از بومبیلا بزنیم روی این تا بزرگ بشه. زن که بزرگ شدش، حالا این اشتباه شدش ولی میزنیم این دوباره بومبیل میزنیم تا بزرگ بشه. بزن که ای بابا اینم دوباره همون جوری شدش. یه لحظه. و اگه دوباره نشدش و یه دونه دیگه بزنیم. اما هدف ما چیه؟ باید این برگای این قارچه وارد اینجا بشه، وارد این محوطه بشه. پس باید این کار انقدر ادامه بدیم تا این اتفاق بیفته. آخر قارچه همونجایی که می‌خواستم رشد کرد و حالا اگه ما اینجا رو بترکونیم می‌بینیم که این سوراخی واسه گیتوی که باید میتونستیم وارد اند بشیم و از دست میدیم. باید اینجا یه درت بزنیم و اون سانفلاور یا اون گل آفتابگردون بزنیم و زمانی که این گل آفتابگردون پشتش به سمت ما باشه، یعنی به این سمت میشه سمت فرممون، یعنی پشت گل آفتابگردون میشه جایی که باید فرمو ساخته بشه. حالا بعدا بهتون میگم چرا. دش و بیاین 1 2 و 3 تا بلاک فاصله بگیرین و در بلاک 4م یه دونه و 3 تا بلاک بالایی بکنین و حالا باید این نقطه وسط رو با یک بلاک دیگه مشخص بکنیم. من حالا با دیرت مشخص کنم و از هر طرف 7 تا بلاک فاصله گیریم، یعنی 1 2 3 4 5 6 و 7 و 1 2 3 4 5 6 و 7. این کار کردین اینا رو برای وصل کنین و بپوشونشون دیگه، یعنی اینا رو اینجوری با هم دیگه وصلشون کنین تا یه دونه صفحه مربعی به وجود. و دقیقا میاین و زمانی که این بخش کار یعنی مربع کامل شدش باید بیاین و لبه کار یعنی از اینجا 10 تا بلاک ارتفاع کنین، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 تا بلاک باید ارتفاع بگیرین و دور تا دور رو باید این کار رو انجام. و حالا و زمان که این کار کردین یعنی 10 تا بلاک از هر طرف ارتفاع گرفتین و بیاین به سمت پشت آفتاب گردون، یه دونه بلاک به زیر، یه دونه بلاک به اینجا، یه دونه بلاک به اینجا و یه دونه صفحه 3 در 2 در این طرف درست میکنین و دقیقا به سمت پشت آفتاب گردون وگرنه فرمتون کار نمیکنه. و دقیقاً و بیاین این جایی که سوراخ کردین رو با ترپتور پر بکنین، چون که اینجا راه رفت و آمدتونه. حالا بهتون میگم چه جوری. بخش آخر کار بعد بیاین 2 تا باکت آبی که آورده بودین و اینجوری به این سمت اینجا و اینجا بزنید
و اینجوری منبع آب بی‌نهایت به دست میارین و دور تا دور اینجا رو با آب بپوشونید. این کار چون من کریتیوم الان داره کم طول میکشه، وگرنه اگه سوروایوال باشین شاید نزدیک 10-15 دقیقه ازتون وقت بگیره. دور تا دور اینجا رو پر از آب کردین، فقط کافیه این منبع آبو از بین ببرین و فرم شما تکمیل. حالا وقت گذاشتن چند تا نکته تکمیلیه. برای اینکه رفتارتون راحت باشه از اسکافولدینگ برای اون زیر استفاده کنید و برای اینکه ویدر بتونه بهتون یه سوز دیگه هم برسونه به ندر استار، باید میتونید از تخم مرغ به عنوان یه ماب استفاده کنید و زمانی که این تخم مرغ بشکنه ازشون جوجه به دست میاد. احتمال جوجه شدن هر تخم مرغ فکر کنم نزدیک 25% و انقدر این کارو میکنید تا جوجهاتون زیاد بشه. جوجهاتون زیاد شدن فقط کافیه بهشون غذا بدین تا اینا بزرگ بشن. مرغاتون بزرگ شدن وقت کشتن ویدره که برای اسپان کردن ویدر نیاز به 4 تا سلسند و 3 تا هد ویدر اسکلتون احتیاج داریم. و حالا برای کار کردن فارم باید این 4 تا سلسند رو به این صورت و حالا 3 تا هد ویدر اسکلتون رو به این صورت بزن اینجا و ویدر میره و این تو گیر میکنه. اما شاید بپرسین که چرا مرغا اینجا؟ بلندش که ویدر مابی رو بکشه آیتمی به نام ویدر روز دراپ میکنه و خب برای اینکه ما ویدر روز به دست بیاریم حتما باید ویدر چند تا یه دونه مابو بکشه و اما ویدر اسپان شدهش حتما ازش خیلی فاصله بگیرین، مثلا نزدیک 4-5 تا بلاک از این مجموعه فاصله بگیرین، چون که مثلا اگر جونش به دقیقاً وسط برسه انفجاری رخ میده که چندین تا بلاک شما پرتاب میکنه و خیلی خطرناک میتونه باشه. و زمانی که جونش به نصف میرسه 3 تا ویدر اسکلتون اسپام میکنه که این ویدر اسکلتون ها فقط توی فکر کنم بدراک اینجوری و توی جاوا اینجوری نیستش و این انقدر خودشو به در دیوار میزنه و اینقدر اینا رو چیز میکنه تا از بین بره. برای اینکه ما این آبا رو گذاشتیم دلیلش اینه که زمانی که اینا اسپان این هدای این پرتاب میشن مثل TNT عمل میکنن و منفجر میشن. زمانی که آب اینجا باشه نمیذاره از این خارج بشن و نمیذاره که بلاک ها منفجر بشن. و حالا زمانی که ویدر بخواد آخر جونشه بعدش خیلی فاصله بگیرین، چون انفجار مهیبی میده و یوهو میترکه. و زمانی که بهتره که کلی ماب میمیرن اینجا و زمانی که الان من بخوام وایسم، زمانی که الان بیای پایین میبینی که 3 تا ویدر اسکلتون اینجا هستش که ما اینا رو اول بکشیم وگرنه دمیج بدی میدن. میبینیم که کلی آیتم از دستمون مثل 19 تا ویدر روز و کلی مرغ و اینا. و زمانی که از این در بیایم بالا خواستمش مرغ نمیتونن اینجا خارج بشن، هیچ نگران نباشید. و بیایم اینجا میبینیم که بهمون ندر استار میده که ما اصلا همین فارم ویدر ساختیم و بهمون تمام ابسیدیانی که از بین رفته رو میده و دوباره اینو میتونیم میذاریم اینجا و فارم شروع به کار کردن میتونه بکنیم. این ویدیو تماشا کردین، اگه دوست داشتین حتما لایک بکنین و امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشین و حتما توی بدراک این خریتو نکنین که مثلا ویدر رو در رو بزنین، چون که پدرتون رو در میاره و XP ویدر توی بدراک از جاوا خیلی بیشتره و دمیج خیلی شدیدتری میده. پس حتما این فرمو بسازین. هیچ وقت این خریتو نکنین که توی اوورورد این ویدر رو بسازین، چون که اگه از دستتون خارج بشه هیچ راه کنترلی براش نیستش. مرسی بابت نگاه قشنگتون. See you next time.